قدرت محیط. با کیا میگردی؟ کی میشی؟ سلام همراهان گرامی. به اپیزود 6 از کتاب جادوی فکر بزرگ صفحه 201 تا 240 کتاب خوش اومدید. تو اپیزود قبلی یاد گرفتیم که باید بزرگ فکر کنیم تا زندگیمون هم بزرگ بشه. حالا وقتشه یه اصل حیاتی دیگه رو یاد بگیریم. محیط سرنوشتت رو میسازه. چرا محیط انقدر مهمه؟ ببین، ما آدما خیلی بیشتر از چیزی که فکر میکنیم از محیط اطرافمون تأثیر میگیریم. دوستایی که داریم، آدمایی که باهاشون کار میکنیم، حتی خانواده و همسایه هامون. نویسنده میگه اگه میخوای سطح فکرت بالا بره، باید با آدمایی باشی که خودشون بالا فکر میکنن. 3 نوع محیط داریم. محیط آدمای منفی، محیط معمولی و محیط آدمای مثبت و بزرگاندیش. محیط آدمای منفی همیشه در حال غر زدنن. نمیشه، نمیتونی، فایده نداره. اگه زیاد با اینا بگردی، کم کم باور میکنی حق با اوناست. محیط آدمای معمولی. این دسته آدمای متوسطن. نه خیلی منفی، نه خیلی مثبت. فقط زندگی روزمره‌شون رو دارن. اگه با اینا باشی، رشد خاصی نمی‌کنی. و محیط آدمای مثبت و بزرگاندیش، اینها همون آدمایین که مدام ایده میدن، تشویقت میکنن، از موفقیتت خوشحال میشن. اگه با اینا بچرخی، حتی ناخودآگاه سطح فکرت هم بالاتر میره. فرض کن میخوای زبان انگلیسی یاد بگیری. اگه با آدمایی بگردی که به انگلیسی حرف میزنن، خیلی سریع پیشرفت میکنی. اگه با آدمایی بشی که هی میگن آخ سخته، نمیشه، خودت هم بی خیال میشی. محیط مثل خاک برای یه درخته. بذرت هر چقدر هم عالی باشه، اگه تو خاک خشک و بی حاصل باشه، رشد نمیکنه. نویسنده از یه جوون تعریف میکنه که همیشه آرزوی تاجر شدن داشت. ولی خانواده و دوستاش مدام میگفتن ولش کن، تو همین شغل کارمندیت خوبه. اون جوون تصمیم گرفت دایره دوستاش رو عوض کنه. رفت سمت کسایی که خودشون تو کسب و کار بودن. چند سال بعد تونست شرکت خودش رو بسازه. فرقش فقط همین بود که محیطش رو عوض کرد. چطور محیطمون رو انتخاب کنیم؟ دوستای انرژی خورتو حذف کن. بگرد دنبال الگو. کتاب و محتوا هم یه محیطه. اولین کارت اینه که اونایی که مدام منفی بافی میکنن باید ازشون فاصله بگیری. نه اینکه دعوا کنی، فقط کمتر وقت بذار باهاشون. یه الگوی جدید برای خودت پیدا کن. ببین تو حوزه‌ای که میخوای موفق بشی کی جلوتر از توه. برو دورتو با اون پر کن. یادت باشه محیط فقط آدمای دور و برت نیستن. کتابایی که میخونی، ویدیوهایی که میبینی، پادکستایی که گوش میدی هم جزء محیطتن. یکی از قشنگترین نکته ها اینه که تو میانگین 5 نفری هستی که بیشتر وقتتو باهاشون میگذرونی. یعنی اگه 5 تا رفیق تنبل داشته باشی، احتمال زیاد خودت هم تنبلی. اگه 5 تاشون پر تلاش باشن، تو هم مجبوری که تلاش کنی. یه تمرین برات دارم. لیست محیطت رو بنویس. دوستا، همکارا، حتی محتواهایی که میبینی.
کنار هر کدوم بنویس این آدم و یا این محتوا منو میکشه بالا یا میکشه پایین. یه تغییر کوچیک بده. مثلا یه دوست منفی رو کمتر ببین. یا یه کانال انگیزشی رو جای یه کانال بی مصرف بذار. یه نکته خیلی مهم. محیط رویاهای تو رو یا پرورش میده یا میکشه. خیلی وقتا آدمای منفی از روی دشمنی حرف نمیزنن. از روی ترسه که صحبت میکنن باهات. ولی تو نباید بذاری ترس اونا آینده تو رو بسازه. تمرین های این هفتت. اولین تمرینت اینه که حداقل یک آدم مثبت به محیطت اضافه کن. یک کتاب یا یک کانال رشد فردی رو دنبال کن. با آدمای منفی که دورت بودن قرارت رو کمتر کن. کمتر ببینشون. بریم سراغ جمع‌بندی این اپیزود که ببینیم به چیا گوش دادیم. محیط یکی از قوی ترین عوامل موفقیت یا شکست توه. آدمای منفی تو رو میکشن پایین و آدمای مثبت و بزرگ اندیش دورت تو رو میبرن بالا. حتی کتاب، فیلم و شبکه‌های اجتماعی هم جزو محیطتن. تو میانگین 5 نفری هستی که بیشتر وقتت رو باهاشون میگذرونی. خب همراهان گرامی، اینم از فصل 6 کتاب جادوی فکر بزرگ. یاد گرفتیم که محیط مثل خاک برای رشد ماست. پس باید خاک حاصلخیز هم پیدا کنیم. تو فصل بعدی میریم سراغ یه موضوع خیلی کلیدی. چطور نگرش مثبت بسازیم و همیشه تو بازی بمونیم. یادت نره که سابسکرایب کنی. زنگوله رو بزن تا ویدیو بعدی رو از دست ندی.